لشکری مردان میدان با وطن با پرزیدنت صادقانه خدمت بکنیم. 30 سال قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان. نیروهای مسلح تاجیکستان صاحب استقلال از روزهای نخستین تأسیسیابی در ظرف 30 سال موجودیت آزمایش‌های جدی، پیره‌های پرپیچیده و مانع‌های سخت و سنگین را پشت سر نموده جان خود را برای حفظ وطن دریغ نمی‌داریم. لشکری مردان میدان 3 قدمی استوار در راه ساختن لشکری مردان میدان. من از کودکیم آرزو میکردم که نظامی باشم، خلبان باشم، کاری که کار مردی است. بال و پری کس وطن باشد، بختوری کس وطن باشد. لشکری مردان میدان 30 سال حفظ ننگ و نام از مرز نیاگان. قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان همچون نیروی مقتدر کفیل امنیت و آسایش و صلح و ثبات مملکت در زمان صاحب استقلالی تشکل یافتند. لشکری مردان میدان 30 سال لشکرداری و لشکرسازی سربازان و افسران. ای وطن با تو ما وفا کنیم، خدمت تو را ما ادا کنیم. همیشه آن کس برای برداشتن آبروی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان همیشه کوشش کرده، همیشه غمخواری کرده. لشکری مردان میدان وصف جانفدایی های جوان مردان. ارتش ملی کفیل آسایش و صلح و ثبات پایداری میهن، تامینگران ثبات و امنیت و ولایت قانون در کشور، محافظان مرز و بوم و یکپارچگی تاجیکستان صاحب استقلال، ارتش ملی سپری با اعتماد ملت. اسکرانی توانا لشکری مردان میدان ابراز صمیمیت های پیر و جوان نسبت نظامیان. آنها خودشان که خدمت کردن در دوره شوروی 3 سال این کم نیست و میدونند که حیات عسکر چیه، مناسبات با عسکر. تنی صحت دلی بیغم خاطر جمع آرزو دارم. میخوام که همیشه دولتمون تنج آسوده و آباد باشه. تبریک میکنم همه جوان مردا رو برای جشن ارتش. پیشنهاد میکنم که جوانان بگذار همیشه در خدمت وطن باشند، در دفاع وطن بهترین کار است. لشکری مردان میدان نویدهای نظامی 30 سال لشکرداری تاجیکستان از دستاوردهای لشکرداران. ارتش سپری با اعتماد دولت.